به نام پروردگار روشنایی. سلام رفقا، من مجید کاظمی ام و میخوام خلاصه ای از چشمانداز آینده صنعت ایران و جهان رو براتون به صورت قابل فهم شرح بدم و شما هم باید قول بدید که من بعد این خبرهای صنعتی که برای آینده و پیشرفتتون و همینطور آینده کشور مهم و تاثیرگذاره رو دنبال کنید. من بعد ازتون میخوام که با اخبارهای واقعی صنعت و با دنیای واقعی بازار کار آشنا بشید و اونها رو پیگیری کنید. در دهه‌های پیش رو صنعت در ایران و جهان با تحولات بنیادینی روبرو خواهد بود که از فناوری‌های نوین تا تغییرات اقلیمی و جغرافیای سیاسی رو در بر میگیره. در ادامه مهمترین روندها و چالش‌ها رو مرور میکنیم. یه نکته خدمت شما دوستان عرض بکنم، خوب توجه کنید. میدونم در مورد گوش دادن به خبرها به خصوص نوجوانا و جوانای عزیزمون کمی کم حوصله هستند، اما تمام اینها بخش‌های مهمی از فرآیند آموزشی ماست. پس عزیزان خوب گوش کنید و دقت کنید و حتی برای نهادینه کردن فهم خبرها چندین مرتبه این پست رو گوش کنید تا تو عمق وجودتون بشینه. روندهای جهانی مؤثر بر آینده صنعت، دیجیتالی شدن و اتوماسیون، استفاده گسترده از هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیا و داده‌کاوی در خطوط تولید. البته در صنایعی که در الان داره احداث میشه تمام این موارد رو دارن به کار میگیرن. اینترنت اشیا چیه؟ یا همون IoT در خطوط تولید. مخفف اینترنت آف تینگزه. اینترنت اشیا یعنی دستگاه و ماشین‌های کارخونه به اینترنت وصل میشن و میتونن با هم حرف بزنن. مثلا یک دستگاه خودش گزارش میده که چقدر کار کرده، چه مشکلی داره یا کی باید تعمیر بشه. این باعث میشه تولید دقیق‌تر، سریع‌تر و بدون توقف پیش بره. و اما داده‌کاوی چیه؟ داده‌کاوی در خطوط تولید یعنی جمع کردن و تحلیل کردن اطلاعات کار کارخونه مثل سرعت ماشین‌ها، میزان هدر رفت مواد، کیفیت محصولات و از این دست موارد. این تحلیل‌ها کمک میکنه بفهمیم کجا اشتباه داریم، چطور میتونیم تولید رو سریع‌تر کنیم یا کیفیت رو بالا ببریم. خب حالا در ادامه خبر، صنعت سبز و پایدار، تمرکز بر کاهش آلاینده‌ها، بازیافت و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. اگر بخوام در مورد صنعت سبز توضیح ساده ارائه کنم، یعنی کارخونه‌ها و شرکت‌ها طوری کار کنن که کمترین آسیب رو به طبیعت بزنن. یعنی انرژی کمتری مصرف کنن، کمتر آلودگی تولید کنن، از مواد قابل بازیافت، اونایی که به چرخه طبیعت دوباره باز می‌کردن استفاده کنن و روش‌هایی به کار بگیرن که به محیط زیست کمک بکنه. به زبون ساده صنعت سبز یعنی تولید کردن اما با احترام به زمین. و اما انرژی‌های تجدیدپذیر چیه؟ انرژی‌های تجدیدپذیر یعنی انرژی‌هایی که از طبیعت میان و تموم نمیشن، مثل نور خورشید، باد، جریان آب، گرمای زمین و حتی انرژی حاصل از امواج. به زبون ساده‌تر این نوع انرژی‌ها مثل یک شارژ بی‌پایان برای زمین هستند. همیشه دوباره تولید میشن و به محیط زیست آسیب خیلی کمتری میزنن. برای همین بسیاری از کشورها تلاش میکنن به جای سوزوندن نفت و گاز از خورشید، باد و منابع پاک استفاده کنند تا هم هوا تمیزتر بمونه و هم انرژی پایدار داشته باشند. دوباره به خبر برمیگردم. تغییرات اقلیمی و فشارهای زیست محیطی، الزام به رعایت استانداردهای جهانی برای کاهش اثرات مخرب صنعتی. توضیح: استانداردها مثل قوانین بازی هستند. به کارخونه‌ها میگن چطور کار کنن تا هوا کمتر آلوده بشه، آبهای آلوده وارد طبیعت نشه، زباله‌ها درست مدیریت بشن و انرژی هدر نره. اگر کارخونه‌ها این قوانین رو رعایت کنن، هم محیط زیست سالمتر میمونه،
هم مردم زندگی بهتری خواهند داشت. حالا دوباره به خبر باز میگردیم. جهانی سازی و رقابت بین المللی، افزایش رقابت پذیری از طریق نوآوری، کیفیت و برندینگ ملی. وضعیت و چشمانداز صنعتی ایران. رتبه رقابت پذیری صنعتی ایران در سالهای اخیر از جایگاه 85 به 55 ارتقا یافته، اما از سال 2008 به بعد رشد آن کند شده است. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود 21%، اما رشد اقتصادی کشور عمدتاً مبتنی بر صنعت نیست. یه نکته، بذارید از همینجا شروع کنیم تا به صورت مفهومی درکی از این خبرها داشته باشیم. خیلی مهمه وقتی میگیم سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود 21%. یعنی چی؟ اگر اقتصاد یک کشور رو مثل یک کیک بزرگ تصور بکنیم، این کیک چند بخش داره: بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت، که سهم صنعت یعنی کارخونه ها، تولید ماشین، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، دارو، پتروشیمی و غیره، حدود 21% از کل این کیکه. یعنی از هر 100 تومان کالا و خدماتی که در کشور تولید میشه تقریباً 21 تومانش مربوط به فعالیت‌های صنعتیه. عزیزان، این مطلب رو بارها و بارها در ذهنتون تکرار کنید تا جا بیفته. شما باید از همین الان وقتی خبری رو گوش میدید کاملا بفهمید. من سعی میکنم به ساده ترین روش ها براتون توضیح بدم که براتون جا بیفته. خب در ادامه گفتیم رشد اقتصادی کشور عمدتاً مبتنی بر صنعت نیست. این یعنی چی؟ وقتی میگیم در ایران رشد اقتصادی عمدتاً مبتنی بر صنعت نیست، یعنی بیشتر پول و تولید کشور از کارخانه‌ها و تولید کالای صنعتی به دست نمیاد. در عوض بخش‌های دیگری مثل فروش نفت و گاز، خدمات مثل بانک‌ها، فروشگاه‌ها، اینترنت، گردشگری و کشاورزی سهم بیشتری نسبت به صنعت در اقتصاد دارند. البته تمام این زیرگروه‌ها باز هم نسبت به همدیگه درصدشون متفاوته و مشخصاً سهم نفت و گاز در ایران از تمام صنایع و خدمات بیشتره. مجدداً برای اینکه برای شما عزیزان نوجوانان و جوانان جا بیفته به زبون تصویری عرض می‌کنم. اگه اقتصاد کشور رو دوباره به یک کیک فرض کنیم، فقط یه تیکه کوچیک اون از صنعت و بقیه کیک از فروش نفت، خدمات و کشاورزی ساخته میشه. دوباره به ادامه خبر برمیگردم. چالش‌های اصلی در پیشرفت صنعت شامل چیا هست؟ زیرساخت‌های فناورانه و مهاجرت نیروی کار ماهر. توضیح: حالا زیرساخت‌های فناورانه چیا هستند؟ زیرساخت‌های فناورانه یعنی ابزارها و پایه‌هایی که لازم داریم تا کارهای پیشرفته رو انجام بدیم، مثل اینترنت پرسرعت، شبکه‌های مخابراتی قوی، مراکز داده، تجهیزات مدرن، نرم افزارهای مهم و سیستم‌هایی که شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای کار دقیق و سریع به آن تکیه می‌کنند. اگر این زیرساخت‌ها ضعیف باشند، مثل این که بخوایم با یک گوشی خیلی قدیمی یا با اینترنت کند کارهای سنگین انجام بدیم، سرعت کم میشه، درسته؟ خطا زیاد میشه و نمیتونیم با کشورهایی که تجهیزات بهتری دارن رقابت کنیم. حالا دوباره در ادامه خبر، فرصت‌های بالقوه شامل جمعیت جوان تحصیل کرده، ظرفیت صادرات صنعتی و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین. البته بعدها به صورت مفصل در مورد فناوری‌های نوین که منجر به افزایش تولید، کیفیت محصولات و تکنولوژی‌های سبز و به خصوص ظرفیت بالای فولاد سبز که منجر به صادراتی شدن محصولات میشه رو براتون شرح خواهم داد. دوستان، من اینجا یه توضیح کوچیکی بدم خدمتتون مجدداً.
من نکاتی که قابل فهمند و توضیح ندارن که هیچ، فقط نکاتی که مهم و نیاز به توضیح دارن رو براتون تشریح میکنم و انتظار دارم از همین الان به بعد به جای کارهای کم اهمیت‌تر برید دنبال یادگیری و مفهوم سازی این مدل خبرهایی که در زندگیتون به خصوص در مذاکرات و جلساتتون در آینده تأثیرات بالقوه و بزرگی ایجاد میکنه. حالا بریم دنبال مسیر تحول از تولید سنتی تا تفکر صنعتی نوین. برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به صنعتی پویا و پایدار، ایران نیازمند یک، بازنگری در سیاست‌های صنعتی و آموزشی. 2. توانمندسازی نیروی انسانی با آموزش‌های حرفه‌ای، کاربردی و نگرشی. 3. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانه. 4. افزایش تعامل با بازارهای جهانی و منطقه‌ای. دوباره یه توضیح بدم در مورد این موضوعات. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانه یعنی چی؟ پول و انرژی گذاشتن برای ساختن چیزایی که به ما کمک میکنن کارهای پیشرفته تر، سریعتر و هوشمندانه تر انجام بدیم. مثلا ساخت اینترنت پرسرعت‌تر، ایجاد مراکز داده قوی، خرید دستگاه‌ها و ماشین‌های مدرن، حمایت از استارتاپ‌ها، آزمایش‌های تحقیقاتی و برنامه‌هایی که ایده‌های جدید رو تبدیل به محصول واقعی می‌کنند و این کار باعث میشه کشور بتونه با فناوری‌های روز دنیا همراه بشه، شغل‌های بهتر بسازه و شرکت‌ها و کارخونه‌ها بتونن رشد کنن. حالا جنبندی عرایزم. آینده صنعت ایران وابسته به توانایی ما در تغییر نگرش‌ها، ارتقای مهارت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های رقابت‌پذیره. بدون این اصلاحات صنعت کشور با خطر عقب موندگی مواجه میشه. اما با برنامه‌ریزی هوشمندانه میتوان آن را به موتور محرک توسعه ملی تبدیل کرد. همراه عزیز، اگر این پست و این روش خدمتگزاری برات مهم، با ارزش و مفید بود، حتما ازم حمایت کن تا هم من دلگرمتر بشم و هم این روش ها در کشور تبدیل بشه به فرهنگ. پس ازتون میخوام و انتظار دارم لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن. لطفاً یادت نره. روشن بمون و تا قدم بعدی مراقب خودت باش.